سلام، من عافیه، ساکن روستای آقدوقه جدید کنار مرز ترکمنستان و حومه شهرستان مراب تپه هستم. و 36 سالمه، 67 هم دیگه. کلا وقتی میخواستن واسم شناسنامه بگیرن، یعنی 1 سال کردن دیگه سنمو. وقتی به دنیا آمدم من 1 سالم بوده دیگه. خلاصه بگم براتون اینجوری هست، خواستم یه بیوگرافی بدم بهتون. بعد اینم بگم که بنده بی سوادم، همینی که فارسی و به زور دارم حرف میزنم معلومه قشنگ، بازم خوبه، بدک نیست دیگه. خودم که راضیم از فارسیم، مقطع ابتدایی فقط خوندم، ولی خب اونقدر زندگی بالا پایین داشته برام که مجبور شدم عین مرد باشم یا عین این باسوادا رفتار کنم. اونقدر بیمارستان تا بیمارستان یا کلا اونقدر جاهایی رفتم که کلا باسوادا میتونستن اونجا سر کله بزنن دیگه. من اونجاها رفتم و اونجاها گشتم که مجبور شدم، تقدیرم این بوده. اینم از بیوگرافی من.